لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از مدارج سالکین و منازل سائرین و منزل‌هایی که پوینده راه الله باید در آن مکث بکند و تأمل بکند و از آن توشه‌ای را با خود همراه ببرد، منزل خوف هست. خوف به معنی ترس، واهمه داشتن از الله متعال. منزل خوف و این جایگاه و مرحله یکی از مهمترین و مفیدترین منازل و مراحل سیر به طرف الله متعال هست. بدون از خوف و بدون از تقوای الهی داشتن و بدون بیم و ترس از الله متعال، امکان ندارد که سالک و راهرو این راه به مقصد برسد و هیچ گونه ضمانتی هم وجود ندارد که بتواند به هدف برسد. برای رسیدن به هدف و برای استقامت در راه هدایت و رسیدن به الله متعال، یکی از مهمترین ابزار و مهمترین و سودمندترین مراحل و منازل همین منزل خوف و بیم از الله متعال هست. بدین خاطر ما میبینیم که الله متعال در قرآن کریم به ما دستور داده که از ذات اقدس الله متعال ما بترسیم، بیم داشته باشیم. الله متعال میفرمایند که فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. از دیگران نترسید، از کفار، مشرکان، دشمنان، از هیچ کس نترسید. و خافون ان کنتم مؤمنین، اگر شما واقعا مؤمن هستید، ایماندار هستید و در ادعای ایمانتان صادق هستید، فقط و فقط از من بترسید. و خافون ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن واقعی هستید باید خوف الله و خشیت الله متعال در قلب شما وجود داشته باشد. فایای فرهبون، صرفاً و فقط از من بترسید. رهبت و بیمتان فقط و فقط باید از من باشد. فلا تخشوا الناس واخشون، از مردم نترسید. خشیت و بیم مردم را در قلبتان جا ندهید و فقط از من بترسید. ترس الله متعال و بیمی که انسان مسلمان از پروردگارش دارد، این مایه حفاظت و حراست انسان هست در مسیر رسیدن به الله متعال. قلبی که در آن تقوا وجود دارد، خوف و خشیت الله متعال وجود دارد، شیطان نمیتواند در آن نفوذ بکند و شهوات و شبهات نمیتوانند چنین قلبی را شکار بکنند. پس بنابراین باید از الله ترسید. ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، از خشیت پروردگار ما باید قلبمان بلرزد. این خشیت و این خوف باید در قلب ما وجود داشته باشد، وگرنه قافیه را باختیم و به راحتی به شکار نفس و شیطان در میاییم. پس بنابراین یکی از مهمترین مراحل و مدارج و منازل و درجاتی که ما را به الله متعال میرساند
و ضامن سلامت ما در این مسیر هست، بحث خوف و خشیت الله متعال هست. خوفی را که در قلب پدید می آید و این ترسی که در قلب انسان هست، در زبان عربی این مراحل متعددی را دارد و الفاظ متعددی هستند که دلالت بر این خوف و خشیت دارند، مانند وجل، خوف، خشیت، رهبت. اینها تمام در واقع مراحلی هستند. اینها کلمات مترادف المعنا نیستند. هر یکی یک ویژگی و خصوصیتی و وجه تمایزی با موارد دیگر دارد. به طور مثال در مورد خشیت یک مرحله خاصتر و مهمتر و فراتر از خوف هست. یعنی خوف یک درجه پایینتری هست، درجه عمومیتری هست، و خشیت یک درجه فراتر و یک مقام بالاتر و درجه بالاتری در خود این منزل و مرحله خوف هست. بدین خاطر هست که میبینیم که الله متعال میفرماید که انما یخشی الله من عباده العلماء. از میان بندگان الله متعال علما از پروردگار خشیت دارند. اونهایی که عالمند، آنهایی که علم و دانش دارند، آنها اهل خشیت هستند و اهل این رتبه و مقام هستند. خشیت عموماً همراه با معرفت هست، همراه با شناخت هست. ترسی را که سرچشمه گرفته از شناخت باشد، از معرفت و دانستن حقیقت باشد، این رو میگویند خشیت. بدین خاطر هست که الله متعال میفرماید که انما یخشی الله من عباده العلماء، که علما هستند که خشیت الله متعال را دارند. بنابراین اگر ما میخواهیم که در میان مدارج سیر و سلوک به طرف الله متعال و در هر منزل و در هر جایگاهی مراتب برتر آن جایگاه را داشته باشیم، باید به این ریزکاری ها و به این نکات باید توجه بکنیم. خوفی را که بر اثر شناخت الله متعال، بر اثر معرفت اسماء و صفات الله متعال به وجود میاد، این درجهش بالاتر هست و مهمتر هست از یک درجه و از یک خوفی که انسانهای عامه دارند. و همچنین مراحل دیگری هم در این زمینه وجود دارد. پس بنابراین به این نتیجه می رسیم که خوف نخستین قدم هست و مرحله‌ای هست که تمام مؤمنان، اعم از عالم و غیر عالم، کسی که الله متعال را با صفات و اسماء و ویژگی‌هایش میشناسد یا نمیشناسد، با نامه‌ها و صفات الله متعال آشنا هست یا نیست، این خوف را باید داشته باشد. یعنی حداقل درجه بیم و خوف از الله متعال. اما درجه خشیت درجه عارفین هست، درجه علما هست، آنهایی که الله متعال را میشناسند. و شما به هر اندازه‌ای که شناختتان نسبت به الله متعال بالاتر برود، با اسماء الله متعال، با صفات الله متعال، با معانی اسماء و صفات الله متعال بیشتر آشنا باشید، به همان میزان و در همان سطح بیشتر از الله متعال میترسید. هر انسانی که بیشتر از دیگران خداشناس باشد، اون بیشتر از دیگران از الله متعال میترسد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که انی لاعلمکم بالله و اشدکم له خشیه. من از همه شما
الله متعال را بهتر میشناسم و بدین خاطر بیشتر از تمام شما از الله متعال میترسم. پس هرچند که معرفت بیشتر بشود، شناخت بیشتر بشود، آشنایی با نامه‌ها و صفات الله متعال بیشتر بشود، خوف و خشیت هم بیشتر و بالاتر هست. لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا. اگر آنچه را که من میدانم شما میدانستید، کم میخندیدید و زیاد گریه میکردید. این ویژگی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر از تمام انسانها و تمام مسلمانان الله متعال را می شناختند. بدین خاطر خوف و خشیتش از الله متعال بیشتر بوده. انما یخشی الله من عباده العلماء. آنهایی که خدا شناسند، خدا را می شناسند، بیشتر از دیگران خوف الله متعال را در دل دارند. و جالب اینجا هست که این خوفی رو که انسان در دل دارد، این همان گونه که عرض کردم مفیدترین چیز برای قلب انسانه. از تمام مراحل و از تمام منازل و از تمام صفات خیر و لوازم ایمانی، این منزلت خوف یک منزلتی هست که بیشتر از منازل دیگر کارگر خواهد بود و برای انسان در دنیا و آخرت مفید خواهد بود. آنهایی که امروز در دنیا از الله متعال میترسند، در آخرت هیچ خوف و هراسی بر آنها نیست. آنهایی که در دنیا از الله نمیترسند و هیچ گونه خوف و هراسی رو ندارند، در آخرت خواهند ترسید. این خوفی که مؤمنان در دنیا دارند برای همیشه این همراه ندارند. در قیامت از خوف و هراس اثری نیست، بلکه این یک ابزار هست برای رسیدن به الله متعال. در کنار این که عبادت هست، در کنار این که دستور الله متعال هست، اما با این خوف و با این عبادت در نتیجه و در قیامت انسان به امنیت میرسد، به آرامش میرسد که هیچ گونه خوف و هراسی رو در قیامت نداشته باشد. این خوف و ترس از الله متعال متفاوت با ترسی هست که ما از غیر الله داریم. مواردی که به صورت فطری و طبیعی ما میترسیم، از یک حیوان درنده، از یک مهلکه، از یک مصیبت انسان میترسد و از الله متعال هم میترسد. اما ترسی که از الله متعال دارد یک ترس تعبدی هست، یک عبادت هست، توأم با شناخت هست و اجرا و اطاعت دستورات الله متعال هست، توأم با تعظیم الله متعال، توأم با محبت الله متعال، هیبت و اجلال الله متعال هست. بدین خاطر است که هر چیزی را که شما از آن میترسید از آن فرار میکنید. هر چیزی را که از آن میترسید از آن فرار میکنید، بجز الله متعال. کسانی که از الله متعال میترسند از الله فرار نمی کنند، به سوی الله متعال فرار می کنند. ففروا الی الله. آنهایی که خوف و خشیت الهی را دارند بیشتر از دیگران به الله متعال نزدیک می شوند و تقرب می جویند. هر کسی که از آن می ترسید از آن فاصله می گیرید، فرار می کنید، به استثنای ذات مقدس الله متعال که هرگاه از آن بترسید به سوی آن فرار می کنید و به خودش پناه می برید. اون کسی که از الله می ترسد یعنی به طرف الله متعال رجوع می کند. ابو سلیمان می گوید که هر قلبی که خوف الله متعال از آن قلب خارج بشود، این قلب
خرابی هست، قلبی هست که ویران هست، آباد نیست. هرگاه که خوف الله متعال در قلب یک انسانی ماندگار بشود و ثابت بشود، تمام انگیزه های شهوانی و تمام تداعیات شیطانی و نفسانی از قلب انسان طرد می شود، دور می شود. وقتی که خوف الله متعال و خشیت الله متعال در قلب انسان وارد بشود، تمام دیگر غیر الله هرچی باشند خوف و ترسشان از قلب انسان خارج می شود. بلال فقط و فقط از الله متعال می ترسید. بدین خاطر نه از ابو جهل خوفی داشت و نه از کشته شدن و نه از شکنجه. تمام کسانی که از الله می ترسیدند از هیچ کسی از غیر الله نمی ترسند. ذوالنون می گوید که مردم بر مسیر استقامت هستند، مردم بر راه هدایت هستند تا زمانی که ترس الله متعال در قلبشون هست. همین که ترس الله متعال از قلب انسان خارج شد، منحرف می شود و به بیراهه می رود. پس بنابراین برای رسیدن به الله متعال و برای طی کردن این مدارج و این منازل، لازمش این است که شما باید خوف الله متعال را داشته باشید، از الله متعال بترسید. اما جالب اینجا هست که به همان اندازه‌ای که از الله متعال میترسید، به همان اندازه باید امیدوار باشید به الله متعال. ترس از الله متعال به هیچ عنوان نباید منجر به ناامیدی از الله متعال باشد. ناامیدی از رحمت الله متعال کفر هست. این خوف و رجا، بیم و امید دو بال انسان هستند که با این دو بال باید به مقصد برسد و هرگاه که این دو بال را از دست داد، یعنی این که این انسان در وسط راه در واقع میماند. خوف محمود و ترس پسندیده اون ترسی هست که انسان را به الله متعال نزدیک بکند، نه ترسی که انسان را از الله متعال فراری بدهد و دور بکند. قلب انسان مانند یک پرنده هست و سر این پرنده محبت هست، یعنی محبتی که انسان به پروردگارش دارد، حبی که به الله، به پیامبر، به قرآن، به دستورات اسلامی، به مسلمانان دارد. هرگاه که این سر و این محبت از بین برود، پرنده هلاک می شود. بدون از محبت انسان به جایی نمی رسد. باید حتما محبت الله متعال را در قلب داشته باشد. و خوف و رجا و بیم و امید دو بال این پرنده هستند. اگر محبت الله متعال را شما داشته باشید اما بیم و امید نداشته باشید، خوف و رجا نداشته باشید، باز هم نمیتوانید پرواز بکنید و این مسیر را به آخر برسانید. پس بنابراین همراه با محبت، همراه با رجا و همراه با خوف و خشیت الله متعال شما میتوانید که این منازل را و این در واقع مدارج را میتوانید طی بکنید تا اینکه به الله متعال برسید. شیخ انصاری رحمت الله علیه، ابو اسماعیل هروی، خواجه عبدالله رحمت الله علیه در رساله صد میدان در مورد خوف نکات ارزنده‌ای رو بیان داشتند. ایشان میگوید که خوف ترس است، خوف به معنی ترس است و ترس حصار ایمان است، یعنی ایمان شما را حصار کرده، ضامن حفاظت ایمان شما هست. و ترس حصار ایمان است و تریاق تقوا و صلاح مؤمن است. صلاح مؤمن است. و آن سه قسم است. خوف بر سه قسم است. یکی قسم خاطر است، یعنی گذرنده، یعنی خوفی که در قلب انسان ایجاد می شود و از بین می رود.
مثل یک برقی هست، یک لحظه در قلب ایجاد می شود و دوباره از بین می رود. یکی قسم خاطر است، یعنی گذرنده، خوفی که در قلب انسان حاصل می شود و از بین می رود. دیگر قسم مقیم و دیگر غالب. نوع دوم ترس مقیم هست، ترسی که در قلب انسان ماندگار هست، همیشه وجود دارد. و قسم سوم ترس غالب هست که بر انسان غالب شده. و آن ترس که خواستر است در دل درآید و برگذرد. ترس گذرایی هست. آن کمینه ترس است که اگر آن نبود ایمان نبود. این حداقل علامت ایمان هست. اگر این ترس هم وجود نداشته باشد یعنی این که انسان مؤمن نیست. اگر در قلبی به هیچ عنوان ترس الله متعال نباشد یعنی این که ایمانی در کار نیست. که بی بیم ایمانی را روی نیست، بدون از ترس به اطمینان و ایمانی نمی رسید. و بی بیم را ایمان نیست، آن کسی که نمی ترسد ایمان ندارد. و بی بیم را ایمان نیست. و نشانه های بیم ناپیدا نیست. اگر شما ترس الله متعال را داشته باشید نشانهش در وجود شما آشکار خواهد شد. و آن پیرایه ایمان هست. و آن پیرایه ایمان هست، آرایشی هست برای ایمان شما. هر کس را ایمان چندان است که بیم است، یعنی ایمان شما در حدی است که بیم شما هست. به هر اندازه که بیم داشته باشید، خوف از الله متعال داشته باشید، ایمان شما به همان اندازه بیشتر هست. و دیگر ترس مقیم است. نوع دوم ترس مقیم و ماندگار است. و آن ترس است که بنده را از معصیت باز دارد. ترس مقیم یعنی ترسی که همیشه در قلب وجود دارد. این ترسی هست که انسان را از انجام معصیت نگه می دارد و از حرام وی را دور کند و عمل مرد کوتاه کند. یعنی انسان را از حرام دور نگه می دارد و بلند پروازی را و امیدهای بلند و دراز را از انسان کوتاه می کند. دیگر ترس غالب است. ترس سوم ترس غالب هست. و آن ترس مکر است، یعنی ترس و بیم فتنه و آزمایش و امتحان از جانب الله متعال. انسان مؤمن در هر حال باید بترسد که مبادا مورد ابتلا و امتحان قرار بگیرد. این ناز و نعمتی را که من دارم شاید مایه امتحان و آزمایش باشد، شاید یک نوع استدراج باشد، نه این که نشانه رضایت الله متعال. و آن ترس مکر است، یعنی ترس غالب و نوع سوم ترس. و آن ترس مکر است که حقیقت بدان ترس درست آید. اگر این ترس را انسان داشته باشد به بالاترین مراحل معنویت و عرفان میرسد و راه اخلاص بدان گشاید. این ترس سوم یعنی ترس غالب اگر در قلب شما وجود داشته باشد راه را برای اخلاص هموار می کند و مرد را از غفلت آن باز رهاند. و این ترس هست که شما را از غفلت دور می کند. و نشان مکر 10 چیز است. و نشان این که آیا من مورد امتحان قرار گرفتم، فتنه و آزمایشی هست و بیم مکر و فتنه که انسان دارد، میگه 10 نشانه دارد. طاعت بی حلاوت، عبادت بی حلاوت و اصرار بی توبه، یعنی مداومت بر گناه بدون توبه کردن و بستن در دعا، انسان دعا نکند، دعا را فراموش بکند و علم بی عمل، انسان وقتی که علم داشت و عمل نداشت باید بترسد که این یک مکر و یک در واقع امتحان و فتنه الهی هست. و حکمت بی نیت و صحبت بی حرمت و بستن در تضرع و صحبت با بدان، اینها تمام نشانه امتحان الهی هست. اگر چنین حالتی رو داری باید مراجعه بکنید در ایمان خودتان، بازنگری بکنید ایمان و اعتقاد خودتان را. و بدتر از این 2 چیز است.
از همه اینها بدتر دو چیز هست که بنده را ایمان دهد بی یقین، ایمان بدون یقین، ایمان ظاهری، و تظاهر بی ایمان که بدون یقین و بدون باور قلبی باشد، یا بنده را با بنده گذارد. یعنی این که الله متعال بدتر از همه چیز این است که الله متعال ما را به حال خودمان رها بکند، واگذارمان بکند به خودمان. این بیم تائبان است. این بیم سوم که بیم و ترس غالب هست، این بیم تائبان هست. یعنی در کنار این که توبه می کنند، عبادت انجام می دهند، کارهای نیک انجام می دهند، اما باز هم این بیم و این ترس را دارند. به هر صورت ترس در هر مرحله از این 3 مرحله که باشد مایه حفاظت انسان هست. پس بنابراین همان گونه که الله متعال دستور داده در هر حال و در هر جا و در هر زمان باید بیم الله متعال را در قلب داشته باشیم که این مایه هدایت ما و مایه نجات ما در دنیا و آخرت خواهد شد. تا برنامه دیگر و مطلبی دیگر شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.